فکر میکنی سوزش عضله یعنی رشد؟ غلط میکنی. داری وقتت رو هدر میدی. 2 تا اشتباه رایج. یکی میگه باید عضله بسوزه تا رشد کنه. پس تا جایی که میتونه ست میزنه. یکی دیگه فکر میکنه اگه سوزش نداشته باشه تمرین بیفایده بوده. ولی بعد از ماه‌ها هر دو نفر هیچ تغییری نمیبینن. حقیقت اینه، سوزش فقط یه احساس موقته. این سوزش از اسید لاکتیکه که تو عضله جمع میشه. اما رشد عضله از چیز دیگه‌ای میاد. اضافه بار تدریجی. یعنی هر هفته کمی وزنه‌ها رو سنگین‌تر کنی. همین. ببین تفاوتش رو. نفر اول ست‌های زیادی میزنه، عضله میسوزه، ولی وزنهاش همیشه 10 کیلوه. نتیجه هیچ تغییری نمیبینه. نفر دوم 4 ست میزنه. هفته اول 10 کیلو، هفته ششم 15 کیلو. نتیجه عضله ساخته. پس چیکار کنی؟ هر بار که تمرین می‌کنی یادداشت کن. چند کیلو زدی؟ چند تا تکرار؟ هفته بعد حتی یه مقدار کمی هم که شده اضافه کن. پست بعدی بهت میگم دقیقاً چطور برنامه بنویسی. فقط دنبال کن.